خیلی از من و شما به محض شنیدن خبر بدون تحقیق، بدون بررسی بازگو میکنیم اون خبر رو که به ما رسیده. خیلی خطرناکه، در حالی که الله متعال در کلام زیبای خودش در سوره مبارکه حجرات فرموده یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر یک فرد فاسقی یک خبری رو به شما رسون تحقیق بکنید، بررسی بکنید، مبادا شما بدون تحقیق اون خبر رو پخش بکنین و سبب بشه پخش این خبر آبرو و اعتبار یک فرد مسلمان ریخته بشه. الله متعال ستیر، یعنی پرده پوشه. ما بدون تحقیق بیایم یک خبری رو از جانب یک فردی دیگر پخش بکنیم بسیار خطرناکه. اگر خدایی نکرده ما پرده پوشی نکردیم و پرده دری کردیم، مطمئن باشیم چنانچه رسول صلی الله علیه و سلم هشدار میدن، الله متعال خودش مقابله به مثل میکنه و من و شما رو رسوا میکنه، من و شما رو بیچاره میکنه و خوار و ذلیل میکنه. پس خیلی خیلی باید مراقب باشیم. پس لازم و ضروری است که من و شما طبق سفارش الله و طبق سفارش رسول صلی الله علیه و سلم عمل بکنیم. اگر گمان بدی نسبت به فردی پیدا کردیم بریم تحقیق بکنیم، چرا که الله متعال خودش فرموده پرهیز بکنید از خیلی از گمانها، چرا که خیلی از گمانها مصادف با گناه و معصیت